در باغی از شکوفه و نور، در هنگامه‌ای که خورشید از لابلای درختان انار میتابید، خسرو شاهزاده ایران برای نخستین بار او را دید. دختری از جنس ماه و گل، با نگاهی که پر از غرور بود و گامی که آرامش نسیم را شرمنده میکرد. خسرو دل سپرد، بی نام و نشان، بی کلام و صدا، تنها با نگاه، و در دل گفت: این کیست که جانم را بی هیچ سخنی رو بود؟ شب که آمد، قصر تاریکتر از همیشه بود و دل خسرو پر آشوبتر از هر زمان. او که 100 دل عاشق شده بود، در خیال شیرین غرق شد. به ساقی گفت: شرابی بده که تصویرش را در خواب ببینم. و در خواب صدای خنده‌اش را شنید و نوری دید که تاریکی سلطنتش را شکست. صبح که سپید شد، خسرو دیگر همان شاه مغرور نبود. دلش به فرمان عشق در آمده بود. به ندیمان گفت: او را بیابید، نامش را، دیارش را، صدایش را، همه چیز را برایم بیاورید. و از آن پس نام شیرین بی آنکه کسی بداند در قلب خسرو تبدیل به افسانه‌ای شد که آغاز سرنوشتی بزرگ بود. و این تازه آغاز راه بود، راهی که خسرو را تا مرز جنون، تا آستانه دل و تا دیدار شیرین خواهد کشاند. اگر می‌خواهی بدانی در دل این عاشقانه بی پایان چه می‌گذرد، حتما قسمت‌های بعدی رو دنبال کن.